همدیاران عزیز، دکتر اسد شریفی هستم. با عرض سلام خواستم که یک خبر تازه را در مورد تلفن های موبایل که دیروز در مطبوعات طبی دنیا نشر شد با شما شریک بسازم، چون فکر میکنم که خبر نهایت مبرم است. تحقیقات نشان میده که استفاده تلفن های همراه ممکن است که با سرطان های مغزی، با سردردی، با کاهش تعداد اسپرم، با مرض آلزایمر یا از دست دادن حافظه، مرض پارکینسون، کم شدن حس شنوایی و بیخوابی همراه باشه. و در این دستور عمل همچنان آمده که وقتی که سیگنال ضعیف باشه باید کمتر از تلفن همراه استفاده شود، چون وقتی که سیگنال کم میشه تلفن کش میکنه که مقدار زیاد سیگنال به دست بیاره و این باعث زیاد شدن ضرر تلفن از طریق اشعه‌ای که پخش میکنه به وجود انسان میشه. متاسفانه همین امواج الکترومغناطیسی که تلفن همراه داره این با سیستم ارتباط بین السلولی بدن انسان هم پوشایی داره و این باعث اختلال در بدن انسان میشه. و در این دستورالعمل تازه‌ای که نشر شده آمده که تلفن ما باید کش کنیم که دورتر از بدن خود نگاه کنیم. حتی تلفن اگر در 30 سانتی متری ما قرار داشته باشه باز هم امواج تلفن با بدن اصابت میکنه. در وقت خواب کوشش کنیم که تلفن از خود دور نگاه کنیم. بهتر است که کاملا به اتاق دیگه تلفن در وقت خواب انتقال بدیم و در وقت که سفر میکنیم حتی حمل تلفن ها را و مشوره نمیدن، به خاطر وقتی که تلفن حمل میشه و سیگنال در حالت تغییر است و تلفن کش میکنه که زیادترین سیگنال به دست بیاره و این باعث چند برابر شدن امواجی است که از تلفن خارج میشه و این به بدن زیاد ضرر میرسانه. تلفن همراه به اطفال زیر سن 16 خطرات به مراتب بالاتر نسبت به کهنسالا داره، به خاطر که سیستم عصبی و مغز اطفال رشد نکرده و او نمیتونه که یک دیوار محکمی را در برابر اشعه‌ای که عبور میکنه بسازن. پس بعد از او خطرناکتر است. در اطفال امکانات خطر تومورهای مغزی و سایر امراض زیادتر نسبت به کهنسالا هست. در اطفال خردسال باعث تشنج‌های عصبی میتونه استفاده تلفن همراه شود، باعث کم‌اشتیاهی، باعث چشم دردی و سردردی در اطفال باشه. ما واقعا با شنیدن اخبار خودم زیاد تکان خوردم، به خاطر که خود هم همیشه با تلفن همراه سر و کار دارم. حتی دخترک 1.5 سالیم در تلفن همراه پروگرام ها را دنبال میکنه یا تلفن گل روشن میکنه و همچنان در دستورالعمل نوی که تازه در دسترس جهانیان قرار داده شده، به خصوص در امریکا گفته میشه که باید ما در تلفن همراه پروگرام های صوتی ویدیویی را نبینیم، فایل های بسیار بزرگ دانلود و اپلود نکنیم. تلفن های موبایل به خانم های باردار به جنینشان ضرر میرسانه. تلفن های همراه را باید حداقل 2 متر از خود
باید دورتر خانم‌های باردار نگاه کنن. تلفن همراه را کوشش کنیم که در جیب خود نگاه نکنیم. در وقتی که حرکت سفر میکنیم اگر در کیسه پول یا در بکس باشه خوبتر است. خانم‌ها میتونه که در دستکولای خود تلفن رو داشته باشه. واقعا وقتی که ضرورت به تلفن ندارین، تلفن دورتر از خود نگاه کنین. در وقت خواب کاملا قسمی که گفتم در یک اتاق دیگه شما قرار بتین. تحقیقاتی که در سویدن بالای خرگوش انجام دادن و تلفن همراه را که همیشه روشن بود در پولیش ماندن و 2 ماه خون و سلول های این خرگوش یا مطالعه کردن. متاسفانه با اینکه نتایج بسیار جالبی را به دست آوردن، این خرگوش در ظرف تا 1 سال زنده نماند و نتیجه قسمی تحقیقاتی که در امریکا سال پیش صورت گرفت، این تحقیقات هم نشان میده که همین تابش رادیو فرکانس تلفن‌های موبایل با افزایش خطر 2 نوع سرطان در موش‌ها همراه بوده و همچنان آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان سازمان جهانی صحت یا بهداشت گفته که همین رادیو فرکانس که تلفن‌های موبایل ایره پخش میکنه ای در سطح طبقه بندی شده که سرطانزا برای انسان ها است. پس واقعا در استفاده از تلفن‌های موبایل باید تجدید نظر کنیم، اعتدال در نظر بگیریم و کوشش کنیم که همیشه از تلفن‌های موبایل استفاده نکنیم، چون واقعا خطرات بسیار زیادی را همراه داره. اگرچه در این مورد کدام ثبوت قطعی طبی وجود نداره، ما فکر نکنم که لوبینگ تلفن‌های موبایل هم ایره بگذارن که همونطور یک ثبوت پیدا شود، به خاطر که بازار کاملا خود شکست خورد. اما باید ما مواظب صحت خود باشیم. این ویدیو را با هموطنا شریک بسازیم تا همه از خطرات تلفن‌های همراه آگاه باشند. تشکر از توجهتان. خدا حافظ.